برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان همگی نیم ساعت کافی است که تمام گذرگاه‌های مرزی و گمرکی را عبور کرده به قلمرو یکدیگر وارد شوند. با وجود ازدحام آدمان، مرزبانها تلاش می‌کنند با همه مهربان باشند. 17 سال با یک بار رفتم. 17 سال گذشتگی بود. من دینا 17 سال با ما رفته همش خبر گرفتیم. ای دنیا گذشتگی موندگیش زیارت کردیم. با گشتم 8 20 با گشتم اومدیم. من اکاو دادم ای 90 کوچیده رفتگی. نه همش خوب گذشته مهمانداری کردن. رها نه. هموش میده کم ترگم پیچیدنده دیر میشه. نامشام خوشو گذشته رفتیم. و هم اون چی نمیگن یو هم نغز میریم نغز مسلیم. بر روایی ساکنان دو طرف تاجران با قوطی‌های کلان و عرابه‌هایشان مشکل ایجاد می‌کنند. سوداگران از ازبکستان به مقدار خیلی زیاد تخم مرغ می‌آورند چون که در تاجیکستان نرخ آن 2 برابر گران است. سوداگران تخم‌ها را کمی دورتر از گذرگاه مرزی تاجیکستان سودا می‌کنند و از اینجا به ازبکستان سیب و ناک و میوه‌های اکزاتیکی را می‌برند. عبور مرز کاری مشکل نیست، اما میباید تقریبا 1 کیلومتر راه را پیاده طی کرد. در منطقه هایل یا نیترل مرزی نواربرداری قطعاً منع است. آنهایی که میخواهند از مرز با ماشین شخصی گذرند باید وابسته به تمغه خود را به گمرکچیان ازبکستان از 43 تا 57 دلار باج سپارند. زندگی در دو طرف مرز تقریبا همسان است. در هر دو جانب ازبک‌ها و تاجیک‌ها به هم آمیزش یافتند، ولی با این هم چند تفاوت به چشم می‌خورد. در طرف ازبکستان شروع از مرز تا مرکز ناحیه یگان عکس پرزیدنت شوکت میرزیویف نصب نشده است، اما در تاجیکستان از گذرگاه مرزی تا شهر دوشنبه ده‌ها عکس امام علی رحمان گذاشته شدند. تقریبا در هیچ جای ازبکستان از جمله بازار محلی نواربرداری را اجازت نمی‌دهند. ماشین‌ها در همسایه کشور تاجیکستان آزادانه حرکت می‌کنند. در دو جانب مرز پاسگاه‌های کارمندان میلیسا فعال نیستند. از این خاطر ساکنان دو کشور بالاخره می‌توانند آزادانه مهمان یکدیگر شوند.